و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. اگه همین کفار پیمان شکن آمدند و صلح خواستند، اسلام بر اساس صلح. اینا که پیمان شکن بودن، اینا که بارها پیمانشون رو شکستن، اینا تو رو ساده گیر نیورده بودن که شما به دوستان خودتون برچسب سادگی میزنی. نگاه ما به یک رابطه متوازن است تا هیچ کس نتواند از ایران بهره بگیرد بدون اینکه ما به ازای آن را پرداخت کند. امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه‌ای دوست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد